طاغوت شناسی در کلمه توحید لا اله الا الله اولین جزش نفی است، لا اله. دومین جزش اثبات است، الا الله. لا اله دیگه کفر به طاغوت دیگه است، یعنی هیچ خدای نیست الا الله بغیر از یک الله. اول انسان کفر خدا با طاغوت، کفر خدا با شیطان، با همه طاغوتا اعلان کنه و باز ایمان به توحید الله تعالی بیارد. در بین کفر به طاغوت ایمان بالله میگه تلازم است، یعنی کسی که موحد نباشه و مسلمان نیست. توحید اصل ایمان است. دعوا میکنه که با الله واحد لا شریک ایمان دارم، لکن با طاغوتا کفر خدا آشکار نکرده باشد، یعنی قلبا طاغوت دوست داشته باشد، رضا به کفر است، کفر است. یا زبانا در نفع طاغوت تبلیغات میکرده باشد تو با الله تعالی ایمان نداره، یا عملا از طاغوت اطاعت میکرده باشد، برخلاف حکم الله تعالی طاغوت حکم میکنه، از طاغوت اطاعت میکردش و مؤمن نیست. پس در بین کفر با طاغوت و توحید تلازم است. پس هر مؤمن مسلمان موحد می باشد. پس مسئولیت هر مؤمن مسلمان است که با الله واحد لا شریک ایمان بیاورد، همه طاغوتان را باید قلباً و بد ببینه و عملا در مقابل هر طاغوت باید استاد شو، مقابله کنه و مبارزه کنه و جهاد کنه.